درود بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز دوشنبه 29 فوریه. پلیس روسیه یک زنی را که با سر بریده طفل در نزد متروی مسکو دیده شد دستگیر کرده است. در ویدیو از محل این حادثه زنی که لباس سیاه و چادر اسلامی به سر دارد در نزد ایستگاه متروی اکتبرسکای در مسکو سر کودک را نشان داده الله اکبر میگوید. این زن همچنین میگوید که او تروریست و بمبگذار مرگ طلب است و او میمیرد و دیگران جزایشان را بعداً میبینند. مقامات روسیه میگویند این زن گلچهره باباقلووا شهروند ازبکستان است و دخترک 4 ساله یک شهروند روسیه را نگاه و بین میکرد. این زن را برای تشخیص طبی به مرکز روانشناسی فرستادند. تن بسر کودک را ماموران آتش نشانی روسیه در خانه در مسکو پیدا کردند و بنا به گزارش ها این زن بعد خانه را ترک کردن والدان چنین بیرحمی را نسبت کودک 4 ساله روا دیده است. نزدیکان همسری غیر رسمی گلمراد حلیموف فرمانده فراری تاجیک که به صف گروه دولت اسلامی پیوست از مقامات تاجیکستان خواستند همیرا میروا را دستگیر کرده به تاجیکستان برگردانند. مادرش رسالت اشور و روز 28 فوریه به رادیو آزادی گفت همیرا اول همین ماه به عیادتش آمد و گفت که به آسایشگاه می رود و بعد از همین دیگر بیدرک شد. بنا به گزارش ها همیرا میروا سخنگوی سابق خدمات گمرک تاجیکستان با 4 فرزندش به سوریه رفته است. شوهر او گلمراد حلیموف ماه اپریل سال 2015 به صف گروه دولت اسلامی پیوست و حالا معلوم نیست که هر دو یک جا هستند و یا نه. مقامات تاجیکستان میگویند زلزله های به تکرار در ماه‌های گذشته چند جای یک نقب مهم کشور را ویران کردند. در وزارت نقلیات به رادیو آزادی گفتند تاکنون 14 متر سطح نقب شهرستان آسیب دیده و یا نشسته است، ولی حرکت نقلیات از طریق نقب که دوشنبه را به ولایت سوخت میپیوندد بازداشته نشد. زمین جنبی سختی شد با خودی کنسول ضرر رسونده باشه و کارنامه هم کرده باشه نیست، لیکن اگر خیلی اصلاحی نکنید به اون چیز دوباره میرسوند. برای ما چارجویی کردیم که سینیتاسیا کردن محکم کردیم. نقبی بیشتر از 5 کیلومتری شهرستان در 180 کیلومتری شاهراه دوشنبه خوجند سال 2012 مورد بهره برداری قرار گرفت. تاجیکستان را در چند ماه اخیر زمین لرزه های زیاد تکان دادند و بعضی از راه‌های دیگر در مناطق کوهی نیز آسیب دیدند. در شهر دوشنبه محاکمه یک ساکن ناحیه حصار شروع شد که مفتشان او را به قتل یک شهروند روسیه متهم می‌کنند. در محاکمه دادگاهی در روز 29 فوریه در دادگاه پایتخت جمشید رجبوف اعتراف کرد در غارت یک خانه در شهر مسکو شرکت داشت اما صاحب خانه را دیگر کس کشت. ضمن محاکمه دادستان خواست جمشید رجبوف برای دست داشتن در قتل به 30 سال زندان محکوم شود. این جوان تاجیک را سال گذشته برای قتل بیرحمانه 2 برادر فرهاد و رجبعلی کریموف در تاجیکستان به 25 سال زندان محکوم کردند و بعد از این مقامات روسیه از دولت تاجیکستان خواستند که جمشید رجبوف را برای قتل شهروند روسیه هم جزا بدهد. خبرنگاران و اهل فرهنگ در شهر دوشنبه در یک محفل خرد در پایتخت خاطره مقصود حسین خبرنگاری شناخته را گرامی داشتند که 16 سال پیش درگذشت. در این محفل همکاران استادان و دوستان مقصود حسین از او به عنوان فرد یاد کردند که خستگی را نمی‌دانست و تقریبا برای تمام نشریه ها گزارش می‌نوشت. روز اگر از روی اسلوب نگاه کنیم بسیار ژورنالیست سبکشون یخ شدگی است، البته نامش ندیده میدونید اینه کی نوشته است. اما خبرهای مقصود جان از می سرلغهشون معلوم میشه خبر مقصود جان است و اما داخلش میخونید همیشه با سبک نو با یک راهی نو یک دریافت فکتی نو یا چیزی جالبی دیگر توجه خواننده رو به خود جلب میکنه. مقصود حسین در عهد شوروی در روزنامه‌های کمسمال تاجیکستان و تاجیکستان سوویتی کار میکرد و در سالهای استقلال عمدتاً برای روزنامه‌های مستقل می‌نوشت. او که از بیماری گرده رنج می‌کشید ماه نوامبر سال 2000 درگذشت و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.